زدم جواب ندادی خواهر تبگم امید دارم که میشنوی گپام تا آخر روم بعد اون خلاصه دم یوی در دین حرام ایتما بگم تروریست در قرآن حرام ایتما بگم تروریست محمد ایتما بگم تروریست تو دیگه آدم نیفتی یک آدمی بگ نورا یوری گفته دست بلو میکنی خواهر جان ایتما بگم تروریست در نمی غزه برادرات تو 13,000 کشتیم تای خوب کردیم عدست خویم نیومد بعد گویمه میکنی و چجان تبگم قزوری بیوینه جنگ کنیجم یکم آدمی که پوت همیش کنه یکی در پیشونی میزنه خواهر تبگم تروریست میم در قرآن دو میزم محمد تبگم قرآن تبگم خدا تبگم یکی دیگه سوال داشتم خیلی که نیسته که چه سوال داشتم این همه فردوس که برام در اسرائیل گپ زد امیر سوال همه که امو در ارمی اسرائیل من سوال کت خودت گپ زد برای که میدونم دا من بعضی اسلوبای یعنی که امنیتی میدونن بعد که او را به حقارت میکنن بعد میگردن دا این میگردن برای خاطر باید اول بفهمیم سوال همه که کپاسیته بله سوال همه که در ارمی اسرائیل خدمت کرد چند مسلمان فلسطینی را مقصد کشتگی یگان مسلمان فلسطینی را کشتگی نیستن فلسطینی کشتگی نیستن میره بفهمید اسرائیل اول تاریخش تو همین حاضر 500,000 فلسطینی کشتگی نیسته فهمیدی میره بس حجابی زنتا گرفت خود در آسیا خواهر تا تجاوز کرد خواهر لوبای ملت توجیکا زن مردک شودا را تجاوز نوم اسرائیلی یهود و فلسطینی قصص وابشه برای ما نکنه ایتنیکتو برای من مادرم زنی من خود مهمه ملت مهمه شو برای ملتت گپ نمیزنی اوه همه فردوس من ملت ما خود من گفتم که گوش که من یهودی را قد فلسطینی وابشه در کار نیستند ما تو برای وطن خودت گپ زن چی زن تا خواهر تا تجاوز را خپی برای یهود گپ زیسه ما جواب تا سلامت باشه استاد برای تیاگون کس جواب نمیتیا فردوس قنش بزنه منم باشم میرم در ارتش اسرائیل خدمت میکنم یعنی پرابلم ندارم بعضو مادر تا تجاوز کیسه است میخواد برای یهود گپ میزنه خواهر مادر تا گپ یهود رفته است چند تا مسلمان کشتی اما مسلمان نکشته است این قدر یعنی تاج کیف میکنه من دخبخ زده سای میگم کو امی یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودی و من آمادم برای همکاری کردن تو و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارات اسرائیل آماده هم برای دادن چخیل فهمیدی من آمادم که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم بزرگترین سفارات دنیا را برام با همین نتانیاهو رابطیم ما آمادم من راضیم علاقه زید چی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم به خاطر چی به خاطر میگم را پرابلم ندارم با یگان یهود پرابلم ندارم با تکرار کرده هستم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم که برند تاجیکستان آزی جهاد مقصد کنیم نه که باید یک حرکتی هستن که دردش فاروق اولی گوش کن قضاوت نکلی خب که گوش کن امروز یک حرکت های گوش کن نخی گوش کن گپا سوال جواب ته وقتی که او را تو میگوی که یک حرکت سیاسی میگوی او امروز باید قطعی ملت هم صحبت شود دل ملت بیا و اکثر قدرت بیا یا اینکه با جنجال اومده ملت گرفتن این شما من با جای اگه همه حرکت نشیدم یا بارباری ملت هم کوز میموندم میگویدم بانو میخدا یا باربار شنمی ملت این ملت است همین ملت با جای نگردی با خدا قسم اگه از با جای حرکت نشیدم یا بارباری ملت هم میگویدم آبروی تاجیک با زبان تاجیکی از سحر تا بگه او خیل گپ ها زدن روزش میشوه پدن نلتا کو با نمی کراتون بعد سخت جواب میتین او روز یگان انسان دیگه بعداتون نمیرسه پدن نلت شما را ها کنه این کاراتونه اگر که تو نمو روزه انا او روز پدن نلت بعد هر یک تا جواب میتین هر یک تا بای نمی کاری کدگیتون
او روز ما شما را در دیگه تیک توک میشنونمتون بسیار تیک توکی زورای انا او جبات گفت همو گپو انامو دهانتونم انامو جوتونم فقط دیگه استفاده میکنه پدرنالات ناموسی توجیک است ناموسی توجیک ناموسی توجیکی است حرامزاده ها کم ترکک باید ناموساتون را نگاه کنین کمتر دهان تا جمع که پدرنالات قنچقی حرام اینسانایی که در تیک توک در دیگر جای نمو حقارت دشنام و غیره چیزهای استفاده برده استودین خداری کنین یعنی زبان تاجیکی را شرمنده نکنین در جامعه جهان زبان تاجیکی را و او روز میشوه برای نای کاراتون کو هر یک تا جواب میتین اونا اکتیورای حرام اما گفتم کی او فنگوتونا بس کنین روزش میشوه پدرنالات بنیاتونا کو پلمبا میزنین بعد فنگ کده میگرده او آبروی تاجیکا ستاتوسی تاجیکا ویلیون تاجیکا بقپین تاجیک بدن تونا بعد او روز پدرنالاتو در دستی ما خوردین و پشایمون نخرین بعد او روز دیگه پشایمون تو فایده نداره من نمیگه پای نمی آخران بار برای شما فکر کنم که گفتم و آدمایی که توی میکنین توی فویشگی کردن این همی ای 24 سال او طرفاتونم تویتونا و دلیت کنین ای یوتیوب ای دیگر جو ارتیست هایی که پدرنالات نامو فحش فویشه سرود انگ بینگ جنگ میکنین بسمیلو جواب میتین سخت جواب میتین آبروی تاجیک ریزوندین پس دیگه پشایمان باید میخرین او رو